بسم الله الرحمن الرحیم. همه ما دوست داریم که فرزندان ما با قرآن انس داشته باشن، اما واقعیت اینه که بچه‌ها بیشتر از این که به حرف ما گوش بدن عمل ما رو میبینن. پس اگر خود ما قرآن بخوانیم، اگر در جلسات، کلاس‌های قرآن و محافل قرآنی شرکت بکنیم، اونا هم متوجه میشن که قرآن یه بخش جدی از زندگی ماست. کار مهم دیگه اینه که مفاهیم قرآن رو در قالب قصه و داستان‌های شیرین براشون نقل کنیم. حکایت پیامبران، قصص زیبای قرآن. وقتی اون از قصه خوششون بیاد، ناخودآگاه آیه هم به خاطر میسپارن. میتونیم بهشون بگیم که این داستان رو نقاشی هم بکنن. با هم قرآن گوش کنیم. در ماشین، قبل خواب، حتی هنگام بازی، یه سوره کوتاه رو با صدای کودکانه پخش کنید تا گوش کنن. فرزندان ما باقیات و صالحات ما هستن. چه سرمایه‌ای بالاتر از این که قلبشون رو با نور قرآن روشن کنیم. یا علی، خداحافظ.